سلام خوشگلای من، امیدوارم که عالی باشین. امروز با آموزش چتر و منتاژ گل‌ها داخل این چتر در خدمتتون هستم. آموزش گل‌ها رو 0 تا 100 در پست قبلی میتونید مشاهده کنید و استفاده کنید. این کار رو هم به عنوان مگنه هم دیوارکوب میتونید ازش استفاده کنید. خیلی دوستتون دارم. بریم سراغ آموزش. برای ساخت چترمون احتیاج داریم به یه سیم مفتول نسبتاً ضخیم. از قسمت بالا به حدود 10 سانت اجازه میدیم سیم مفتول کاملا بدون روکش باشه. از خمیر رنگ سفید میام 10 سانت پایین تر این سیم مفتول رو روکش خمیری میکنم به این شکل. روی میز کارتون کاملا با کف دست غلط بدین تا روکش صاف و مرتبی به این صورت داشته باشین. برای ساخت چترمون از هر رنگی که میخوایم میتونید استفاده کنید. یه توپی به قطر 5 سانت به شکل یک اشک در میارین و حالا روی میز کارتون به کمک وردن کاملا این اشک رو بازش میکنین. اصلا مهم نیست که نامرتب باز بشه. به کمک یک تیغ کاتر دسته‌دار میایم به این صورت یک حالت مثلثی برش میزنیم. مثلثی که قسمت تیزیش یک کات صاف انجام شده باشه. اندازه های به دست اومده: قسمت بالا 15، قسمت پایین 4.5 سانت و دو ضلع دو طرف 13 سانت می باشد. مثلث رو روی میز کارتون قرار بدیم. به کمک انگشت شست و اشارتون شروع کنیم به چین دادن این مثلث. سعی کنید تا قسمت بالای خمیر رو این چین ها رو ادامه بدین، یعنی هر لوچه‌ای که روی این سطح خمیرتون میافتاده تا بالا باید ادامه دار بشه. به این شکل میبینید کمی با کمک ناخنم از قسمت زیر خمیر کمی برجستگی ایجاد میکنم تا به این صورت چین ها، این لوچه هایی که میفته کاملا یک دست و یک سطح بشه، یک قسمت ضخیم یک قسمت نازک نشه. از قسمت انتهای مثلث یعنی همون تیزی که داریم کمی این خمیر رو جمعش میکنیم. از قسمت تیزی 10 سانت بالاتر میای و این قسمت بالای چتر رو کمی به کمک فشار ناخنمون جمع میکنیم و اون قسمت های چین ها رو چسب میزنیم. سیمی که روکش کردیم رو در قسمت پشت چتر به این شکل قرار میدیم. قسمت روکش نشده سیم باید در نوک چترتون قرار بگیره. ببینید حالا میام با قسمت نوک چترم اون قسمت تیزی سیمم رو کاملا روکش میکنم. به همین شکل دسته چترتون درست شد. قسمت بالای دسته چتر رو به کمک یک دنباریک یک حالت هلال به این شکل داشته باشین. این شد از آموزش چترتون به همین راحتی و سادگی. از یک تور استفاده میکنیم. میخواد تورتون پارچه‌ای باشه یا خمیری. من اینجا از تور خمیری استفاده کردم. از قسمت پشت چتر، قسمت لبه چتر رو کاملا چسب بزنید. قسمت وسط تور رو در قسمت وسط چتر قرار بدیم و حالا شروع کنید قرار دادن این تور در قسمت پشت لبه چترتون. دقت داشته باشین اگر طول تورتون بلندتر بود حتی با قرار دادن یک چین های ریز سعی کنید تور بیشتری رو در قسمت پشت لبه چترتون قرار بدین. کارتون رو خیلی شیکتر و زیباتر میکنه. به همین صورت تور رو قرار دادم. حالا در این قسمتی که چتر کاملا جمع شده از خمیر رنگ گلتون یک نوار نیم سانتی درست کنید، روی این قسمت قرار بدین و حالا با کمک فشار ناخنتون اضافاتش رو در قسمت دو طرف کاتش کنید به این شکل. برای قسمت منتاژ گل هامون در قسمت پشت کار ببینیم بچه ها این قسمت هایی که چین خورده، جاهایی که خالی هستش رو کاملا آغشته به چسب چوب کنید. از خمیر رنگ گلتون اشک هایی رو به اندازه همین فرو رفتگی ها درست کنید و دونه دونه در قسمت پشت چترتون قرار بدید بدون اینکه برجستگی ایجاد کنه، چون ما میخوایم به عنوان مگنت و دیوارکوب ازش استفاده کنیم. پس کاملا باید قسمت پشتش تخت بشه. خمیرهایی که در قسمت پشت چتر قرار دادیم به عنوان منتاژ گلتون اجازه بدین نیم ساعت هوا بخوره. خیلی راحت‌تر میتونین منتاژتون رو انجام بدین. ابتدا گل اصلیتون که گل بزرگتون هست رو در قسمت وسط چتر قرار بدین. 3 تا برگ در قسمت پشت کار و دونه دونه از قنچه ها رو در اطراف این چتر کاملا پخشش کنید. میبینیم بچه ها دقیقاً داخل همون خمیرهای زیرسازی که در قسمت پشت چترم قرار دادم به همون شکل منتاژش میکنم
و به این صورت به صورت پراکنده میایم این گلها رو قرار میدیم. بغل هر گلی هم یه برگ 2 تایی یا 3 تایی به این شکل قرار میدم. قسمت ربانی که روی چترم قرار دادم از همون رنگ شماره 49 در 2 سمتش رو میام یه سایه لطیف میزنم و هرچی به قسمت وسط ربان میام این سایه کاملا محو‌تر میشه. کارتون رو بسیار زیبا و جذابتر میکنه. برای قسمت روی چتر میخوام یه شاینی بدم. از پودر صدف استفاده میکنم و به همین شکل که میبینین حالت خشک روی سطح چترم کاملا با یک براش بسیار نرم پودر صدف رو به همین شکل میزنم و یه شاین فوق‌العاده‌ای به کارم میده و تمام. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. یک کار بسیار خاص و ژورنالی هستش که هم میتونید به عنوان مگنت دیوارکو ازش استفاده کنید. حتی بچه‌ها میتونید به عنوان کنار سینی چاییتون برای تزیین کار استفاده کنید. اگر خواستین به عنوان مگنت استفاده کنید قسمت پشت کار رو 2 تا آهنربا در این 2 قسمت قرار میدین. اگر به عنوان دیوارکوب بود قسمت پشتش رو در قسمت وسط یک حلقه جایگزین کنید. خیلی دوستتون دارم. مرسی که با لایک و کامنت ازم حمایت میکنید.